دوستان سلام، خوش اومدید همگی. امشب برای نشست دوم بررسی و آشنایی با آثار یهودیان به زبان فارسی در خدمت آقای ابراهیم شفیعی، دانشجوی دکترای زبانهای باستانی دانشگاه تهران هستیم. انشاءالله که بتونیم از مطالبی که میفرمان استفاده ببریم. بفرمایید شما. خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و امیدوارم که حال همگی خوب باشه و پوزش به خاطر اینکه جلسه گذشته صحبت‌ها انقدر طولانی شد که نشد لایو رو تمام کنیم و به امشب کشیده شد و امشب بازور در خدمتتون هستم. امیدوارم که دوستانی که توی برنامه زنده امشب حضور دارن اون برنامه قبلی رو حالا یا دیده باشن یا بعد از این ببینن که پیوستگی مطالب از بین نره. من در خدمتتون هستم. فقط اینکه دوستان من کامنت ها رو آف کردم. اگر سوالی داشتین میتونید داخل کوئسچن باکس بپرسید یا آخر برنامه کامنت ها رو باز میکنم، اونجا هم میتونید سوالا رو بپرسید. من برای اینکه حالا نظم جلسه به هم نریزه و خب حالا سوال ها پس و پیش نشن، ممکنه یک سری توضیحاتی که آقای دکتر دارن میدن جواب سوال های شما باشه. سوالا رو میذارم آخر کار از ایشون میپرسم. ممنون. بفرمایید شروع کنید. خب قبل از اینکه صحبت امشب رو که ادامه شب گذشته شروع بکنیم، من فقط کوچولو بگم که شب گذشته در مورد چیا صحبت کردیم. اول صحبتمون در مورد این صحبت کردیم که زمینه‌های تاریخی حضور یهودیان در فلات ایران رو صحبت کردیم، به وقایعی که باعث شده بود به فلات ایران بیان از زمانهای خیلی گذشته، مثل زمان تقریبا مادها، هخامنشیان و بعدم زمان اشکانیان الی آخر. بعد یه توضیحاتی در مورد قارائیم و اسماعیلیان و فاطمیان دادیم و یه سری شواهدی رو بررسی کردیم. بعد از اون سراغ کلیاتی در مورد فارسی یهودی رفتیم از دیدگاه یک شخص ایرانی که میخواد روی این متن کار بکنه، نه لزوما ویژگی هایی که فارسی یهودی داره که حالا بعضی از دانشمندان همونطوری که در جلسه قبلی عرض کردم، مثلا آقای لازار و آقای شاکت اونا رو بیان کردن. بعد از اون یه سری دسته‌بندی ها رو من عرض کردم که به خصوص دسته‌بندی آقای مثلا لازار یا آقای آنونتسر رو عرض کردم که بر اساس حالا موضوع، زمان و حتی نوع موادی که نوشته شده، ژانری که دارن و مسائل اینجوری تقسیم بندی کردن. بعد از اون در مورد دو تا گنیزه‌های خیلی مهم که یک چیزی حدود شاید مثلا 95% اسناد فارسی یهودی متقدمی که داریم، که توی تقسیم بندی قبلش عرض کرده بودم که متقدم یعنی چی، نزدیک به 95% اسناد فارسی یهودی متقدمی که داریم از این دوتا گنیزاست. یعنی یکی گنیزای قاهره در مصر، به سخن دقیق‌تر فستاد، که یک بخش کهنی از قاهره هستش که بعداً البته قاهره بهش اضافه شد، و دومی هم بامیان یا همون گنیزای افغانستان یا افغان، که اون هم بعد از این که حالا به هر حال طالبان رفتن توی بامیان و یه سری خرابکاری هم به هر حال انجام دادن، یکی از چیزایی که به دست اومد این بود که یه سری اسناد فارسی یهودی و فارسی که از زمان خیلی گذشته نوشته شدن توی اونجا کشف شد که این هم یک بخش خیلی بزرگی از اسناد فارسی و فارسی یهودی متقدم ما رو تشکیل میده. بعد از اون در مورد جغرافیایی صحبت کردیم که ایرانیان یهودی یا یهودیان ایرانی، حالا با هر تعبیری که در نظر بگیریم، به اون منطق سفر کرده بودن و حالا من امشب سعی می‌کنم روی نقشم آخر کار نشون بدم که چه جغرافیایی وسیعه. و بررسی جغرافیا از این جهت بود که این موضوع در نظر داشته باشیم که اسنادی که تا الان کشف شدن و مورد بررسی قرار گرفتن لزوما همه اسناد موجود نیستن و یهودیان ایرانی هر جا که میرفتن به حال به عنوان
زبان گفتاری و زبانی که باهاش ارتباط برقرار می‌کردم زبان فارسی بوده و به هر حال به احتمال خیلی زیاد اسنادی در این جغرافیایی که عرض کردم یا پیدا شده یا پیدا خواهد شد. یعنی مثلا در مورد خود ایران هم همین جوریه. به هر حال حالا مسائلی باعث شده که توی ایران اونقدرها این موضوع مورد توجه قرار نگیره، ولی به احتمال خیلی زیاد اسنادی که داخل ایران هم هستن اسناد خیلی مهمی هستن که شاید حالا به هر حال به مرور زمان اونها هم شناسایی بشن و معرفی بشن. بعد از اون رفتیم سراغ معرفی آثار و 2 تا اثر رو دست کم من معرفی کردم از آثار فارسی یهودی متقدم که به یه تعبیر دیگه‌ای بهشون پیشامغولی میگن، یعنی پیش از اینکه دوره مغول شروع بشه، که یکیش نامه‌های دندانویلیق 1 و 2 بود که در خوتن در ناحیه سینکیان یا سینکیان امروزی پیدا شده بودن و دومی هم که گورنوشته‌هایی بودن که کنار مناره غور در فیروزکو در افغانستان در نزدیکی هرات هستش، در اونجا پیدا شده بودن. حالا امشب میخوایم و یه سومی هم گفتم که سنگ‌نوشته‌های تنگ عذاب یا تنگ عذاب بودن که اونم در افغانستان پیدا شده که اونها از نوشته‌های خیلی متقدمی یهودی فارسی یهودی هستن و خیلی برای ما مهم هستن. و شب گذشته داشتیم در مورد مسنوشته‌های کتام صحبت می‌کردیم که به حال اینترنت قطع شد و صحبت ما نیمه تمام. من داشتم عرض می‌کردم که از الان فکر کنم اون بخش جدید صحبت ما شروع میشه. من عرض می‌کردم که این سندی که میخوام معرفی کنم به نظر من یکی از مهمترین اسنادی است که یک بخشش فارسی یهودیه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این سند رو فقط یهودیان ننوشتن. شاید مثلا تو سندهای قبلی که داشتیم اگرچه توی مناطقی پیدا شدن که توی اون مناطق مثلا ممکنه ادیان دیگر هم وجود داشته باشن. مثلا اونی که توی خوتنه توی تکلمکان به همون دندانویلیق پیدا شده، دندانویلیق یک محلی هستش یا یه واحه‌ای هستش که قبل‌ترها به عنوان محل زندگی بوداییان مهایانه شناخته می شده. خب ولی همزمان مثلا متن خوتنی که ترجمه متون سانسکریت همین شاخه بودایی مهایانه است هم اونجا پیدا شده، ولی همزمان مثلا این متنای فارسی یهودی هم اونجا پیدا شد که خب خیلی جالب. اما این سندی که در کتام در جنوب هند پیدا شده و مرکب هستش از 6 تا مسنوشته، از این جهت مهمه که همزمان همه اون ادیانی که ما میشناسیم، حالا ادیانی که به هر حال رایج بودن یه زمانی توی ایران، این ادیان رو روی اون مسنوشته میتونیم ببینیم و از این جهت به نظر من خیلی مهمه. یعنی مطالبی رو که ما داریم میگیم درسته که در مورد زبانه، ولی خب تا حد خیلی زیادی به هر حال سیاست، اوضاع اجتماعی و تاریخ گذشته هم ایران و همون سرزمین هم بستگی داره. یعنی اصلا این تاریخ و سیاست و اجتماع هست که باعث شده این متن به وجود بیان و حالا به هر حال جابجا بشن و امروزه به دست ما برسن. این مسنوشته 6 تا مسنوشته هستن که 5 تاشون به یه نوع خطی که حالا مخصوص نوشتن ملایالام بوده. ملایالام یک زبان دراویدی هستش، به ملایالام نوشته شده و نکته خیلی خیلی مهم این که این سندی که روی این 6 تا مسنوشته نوشته شده کهن‌ترین سند به زبان ملایالامه. یعنی نه تنها برای ما که حالا ایرانی هستیم این سند مهمه، بلکه در واقع شروع کننده تاریخ زبان ملایالام هم هستش، چون اولین سندیه که حالا تا امروزی که ما داریم صحبت میکنیم به این زبان نوشته شده از نظر زمانی. روی این مسنوشته هم به زبان ملایالام و اون خط خاصش نوشته شده، هم روی آخرین
مصر که حالا شبیه یک پلاکی که حالا من تصویرش رو بهتون نشون میدم، به زبان عربی و خط کوفی، به فارسی میانه و همون خط پهلوی و همینطور به خط عبری و زبان فارسی خیلی شبیه فارسی، همون فارسی میانه هستش، ولی احتمالاً از گونه‌های به هر حال از نظر زمانی فارسی نو محسوب میشه، فارسی نو متقدم هستش. ولی اون یکیه که در واقع مال زرتشتی‌ها و مسیحی‌ها هستش که عرض کردم به خط پهلویه، از نظر نوشتاری چون یه نوشتار کلیشه‌ایه به احتمال خیلی زیاد زبانش رو باید همون فارسی میانه در نظر بگیر. یعنی میدونیم بعضی موقع مثلا یک متن کلیشه‌ای به خاطر این که تو طول زمان ازش استفاده میشه میاد توی زمانی جلوتر از اون زمانی که خود اون زبان داره تکلم میشه استفاده میشه و این نکته رو باید در نظر گرفت. ولی نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این در واقع سه تا خطی که ما روی این بخش از این متن نوشته داریم نشون دهنده حضور 4 تا دین یا 4 تا به هر حال فرهنگ دینی متفاوت هستش، علاوه بر اونی که خود کتام توی جنوب هند بوده. اینو هم در نظر بگیریم که اون محلی که در واقع این متن نوشته پیدا شده در جنوب هند محلی هستش که از قدیم محل زندگی دراویدیا بوده. اون دوستانی که به هر حال با تاریخ هند آشنا هستن میدونن که بعد از اینکه این آریایی‌ها میان وارد شبه قاره هند میشن، کل این آریایی‌ها حالا یا کشته میشن یا اینکه میرن به اون سمت پایین هند. و اینم از نظر اجتماعی مهمه، اینکه ما یک جایی داریم این سند رو میبینیم و دیدیمش که در واقع محل زندگی آدماییه که توی فرهنگ هند، حالا شاید یه هندی اینجا باشه بگه اینجوری نیست، ولی واقعیتش اینه که توی فرهنگ به عنوان شودرا محسوب میشن، یعنی به عنوان یکی از پایین‌ترین رده‌های اجتماعی محسوب میشن. حالا اینکه در مورد شودرا هم چه داستانی هستش خب این شاید بحث جداگانه‌ای باشه، ولی اینم باید آدم توجه بکنه، اینکه این سند در جایی نوشته شده که محل زندگی شودراها بوده و در واقع مهاجرت کردن این ایرانیان با ادیان مختلف و اونجا، این نکته رو باید ما قبلش در ذهن داشته باشیم که اونجا محل زندگی کسانی هست که از نظر خود هندیان شاید مثلا جایگاه اجتماعی خوبی نداشتن. یه نکته‌ای که هستش، حالا من تصویرش رو خدمتتون نشون بدم، من البته تصویر اینو توی یک جای دیگری آوردم که یکم توضیح بدم در موردش. خب اینجا رو نگاه کنید، این اون سنده، همین متن نوشته کتام. خب اینجا رو که می‌بینید، این قسمتی که می‌بینید اینجا به خط عربی، به خط کوفی ببخشید و به زبان عربی نوشته. خب این پایینش به خط پهلوی و زبانش به هر زبان شبیه فارسی میانه است. خب و ادامش اینجاست. خب این خط رو داشته باشید، خط دوم. حالا من میخوام یه توضیح در مورد این خط دوم بدم، بعد ادامش هم اینجاست و این پایینش میبینیم که به خط عبری که البته یکم هم خوانشش سخت بوده اومده و اون شهادتی که داده شده رو اینجا نوشته. حالا این که من بگم که موضوع این چیه، همزمان که دارین اینو نگاه میکنید، موضوع این اینه که یه کم اگه دور سالها بگیرید تصویر بله خوبه؟ بله. سالها قبل از این که این متن نوشته بشه، خب یعنی همین متن نوشته بشه، 2 تا ایرانی به نام مار افراد و مار صابور که همون فرهاد یا شاپور یا بعضیامون اسم اولی رو به صورت فیروز خوندن، این 2 نفر که ایرانی بودن مسیحیت رو به کتام بردن، یعنی در همون جنوب هند برده بودن. خب و مسیحیت به هر حال مسیحیتی که داخل هندوستان، شبه قاره هندوستان هست، از قدیم در واقع دانسته است که از طریق ایرانی‌ها به اونجا برده شد. حالا این سند چیه؟ این سند در واقع اعطای یک کنیسه، خب در حضور این شاهدانی که اینجا اومدن امضا کردن و حالا متنی رو نوشتن، در حضور این شاهدان هست که اون کنیسه اهدا شده به مسیحیانی که اونجا زندگی میکردن.
خب این نکته هم باز جالبه، این که کنیسه رو حالا اون والی اون محل که از فرمانروایان پرومال در واقع بوده، از شاهان محلی همون کتام، اومده این رو اهدا کرده به مسیحیان. ولی شما میبینید که عربی که احتمالاً زبان مسلمانان هستش و مسیحیان و زرتشتیان و همینطور یهودیان اومدن به عنوان شاهد اونجا امضا زدن. یعنی این کسانی که احتمالاً توی ایران جایگاه اجتماعی مهمی نداشتن و از ایران در واقع مهاجرت کردن به هر دلیلی، حالا توی هند، توی این مناطقی که اومدن ساکن شدن، به عنوان چی؟ به عنوان افراد معتبری که زیر یک سند به عنوان شاهد محسوب میشن اومدن و متن ازشون باقی مونده. این چیزی که اینجا نوشته شده فقط اسم افراده و یک جملات کلیشه‌ای که حالا من میخونم چیه، خاطر اینکه متنش هم یکم مهم و جالب. ولی اینم باید در نظر گرفت که همه این متن‌ها رو احتمالاً برای هر کدومش یه نفر نوشته. مثلا شما اگر دقت کنید اسم افراد مختلفی در این متن عربی اومده، ولی نکته که هستش این که خط یکیه. یا مثلا برای اون فارسی میانه باز خط یکیه، یا برای این خط عبری هم که اینجا نوشته شده باز همش یکیه. حالا کی اومدن اینا رو نوشتن؟ من اسمشون رو اینجا نوشتم. مثلا نگاه کنید توی عربیه اومده گفته که و شهید لذلک میمون ابن ابراهیم و شهید محمد ابن منیح یا شهید فلان. بعد مثلا تو بینش اسم مثلا عثمان ابن المرزبان هم میشه دید که این مرزبانه این احتمال رو به وجود میاره که ممکنه مرزبان ایرانی باشه. حالا اینا چون اسمشون عربیه یکم سخت تشخیص بدیم که از کجا هستن، ولی مثلا این اسم مرزبان این احتمال رو به وجود میاره که ممکنه اینا مسلمانان عرب باشن. از اون طرف من یه احتمال یهودی بودن هم دادم، چون مثلا اسم میمون بن ابراهیم هم اونجا گذاشته شده. یعنی اینا کی بودن؟ اینا اعراب یهودی هم به احتمال خیلی زیاد توی حالا این اسامی که اینجا هست بعضیاشون رو نمیشه شاید تشخیص داد که مسلمان هستن یا نیستن، ولی خب ما بنا رو برای این میذاریم که مسلمانن. ولی مثلا این اسم میمون بن ابراهیم هم احتمال این که این یهودی باشه رو هم برای ما به وجود میاد. تو بخش دومیه که دیده میشه، یک مقدار اگه دورتر ببرید. تو بخش دومیه که به فارسی میانه نوشته شده، جملاتی که همشون کلیشه‌ای هستن دیگه، همون شبیه عربیه که همش شهید لذالکه. گفته که همگونک من فرخی نرسئی شهرابان گوگای هم. خب همینطوری مثلا یوحنانی مشیایی وهزاد پدیش گوگای هم، یعنی در واقع میگه که همین گونه من فرخ نرسه شهرابان، فرخ پسر نرسه پسر شهرابان گواه هستم. خب در واقع اینا گواهان یا شاهدای این عقد دادن زمین دادن کلیسا به اون مسیحیان ساکن در کتام هستن. بعد این اسما رو که نگاه میکنیم، خب اسمایی که بالا نوشته شده شاید این موضوع به ذهن آدم نیاره که اینا مسیحی هستن. خب ولی تو اون خط که نشون دادم گفتم خط دومه، یهویی اومده یه نکته جالبی رو نوشته که اینو اگر دوستان بتونن بخونن، حالا من اینجا در واقع حرف نویسیشو هم نوشتم. نگاه کنید نوشته من و دنان، یعنی بعد از اینکه به همین خط فارسی میانی هم خط پهلوی اومده نوشته، یهویی تو خط دوم از اون بخش پشت سند اومده نوشته که چی؟ نوشته از وحدنان. حالا اسم 3 نفر اومده گفته، یعنی در واقع میخواد نشون بده که این کسانی که قبل بودن به احتمال خیلی زیاد مسیحی هستن. خب مسیحیانی که به خط پهلوی می نویسن و از اینجا به بعد که گفته که از وحدنان اومده اسم کسایی گفته که به احتمال زیاد زرتشتی هستن. همگونگ من فربای وینداد اورمز پدیش گوگای هم. همگونگ من مرد فرخی بوشاد پدیش گوگای هم. همگونگ من آذرمردی اهلا پدیش گوگای هم. یعنی در واقع شما اینجا داری میبینید که
هم مسیحیان و هم زرتشتی ها دارن از خط فارسی میانه استفاده میکنن و همون خط پهلوی استفاده میکنن. حالا اینم باید در نظر داشت که تقریبا یه چیزی حدود 2 قرن بعد از نوشته شدن این متن، خب ما اسنادی به خط پهلوی در غارهای کانهری در همون مناطق جنوبی هند، شبه قاره هند داریم که اونام در واقع نشون میده که این سنت مسیحی که به فارسی میانه می نوشته تا مثلا 2 قرن بعد هم همینجوری در اونجا حضور داشته و به نظر من از این جهت خیلی مهم هستش. و بخش سوم که بخش فارسی یهودی هستش، باز حالا من اینا رو نیست اگر بشه بله خوب الان بله و اون متن فارسی یهودی هم که در واقع اینجا نوشته شده بود، این قسمت نوشته شده بود و من اینجا به صورت حرف نویسی نوشتمشون. میگه که همگون من حسن علی پدیش گواهم، یا یه جوری دیگه هم نوشته همگون من سحاق سمائیل پدیش گواهم، یا همگون من ابراهیم کاوامی گواهم، یا من زکریا یا کوروش یحیی گواهم. یه نکته که هست اینه که خوانش این خط یکم سخته، چون هم یکم به حال چون مصر بوده، خب یکم یه جایش از بین رفته، شاید یکم یه مشکلاتی براش پیش آمده دیگه. مثلا شما اینجا نگاه کنید اسم زکریا رو، خب یه نفر اومده خونده، بعد یه نفر دیگه اومده اسم کوروش رو خونده، که این به خاطر اینه که از نظر نوشتاری توی خط عبری یه اتفاق افتاده که این دوتا شبیه به هم دیگه شدن. البته شبیه به هم هستن، حالا ما کاری به خط خودمون نداریم، توی خط عبری این دوتا خیلی شبیه به هم دیگه میافتن. حالا اگه دوست داشتم میگم که چجوری شده که این دوتا رو اینجوری خونه. ولی همزمان یه نکته جالبی که هستش اینه که اسم حسن علی رو هم میتونیم توی اولش ببینیم. خب توی جلسه قبلی من عرض کردم که ما یه سری یهودیان ایرانی داشتیم که به یه سری کشورهای عربی رفتن. مثلا کجا؟ مثلا توی عراق رفتن، توی یمن رفتن، به خصوص عدن رو عرض کردم. خب من فکر میکنم وجود یک اسمی مثل حسن علی، خب بقیه اسما رو که نگاه میکنیم مثل زکریا و ابراهیم و حتی اسماعیل و اسحاق، خب اینا به نظر اسمای رایجی میاد، ولی حسن و علی توی اسمای یهودیان این تصور رو به وجود میاره که ممکنه، من این ایده خودمه، نمیدونم جایی ندیدم این حرف رو بزنم، این ایده رو شاید به وجود بیاره که ممکنه اینا از یهودی همون یهودیانی باشن که عرض کردم که به یمن رفتن، خب و ممکنه حالا روی نقشه نگاه میکنیم میبینیم که نزدیکی، حالا نزدیک که نیستم چون فاصله جغرافیایی زیادی دارن، ولی روی نقشه که نگاه میکنیم میبینیم که اگه بخوایم مثلا از یه جایی مثل کتام حرکت کنیم و بریم به سمت یمن، دقیقاً روی یه خط جغرافیایی قرار دارن یمن و کتام. خب یعنی این ایده رو به وجود میاره که شاید مثلا این حسن علی اسم یک یهودی باشه که یهودی ایرانی باشه که بعداً از عدن یا یک کشور عربی مهاجرت کرده و رفته به کتام. خب یکی از دوستان پرسیدن که آیا این بله. مثنوشته منم همزمان یکم آب بخورم. راحت باشید. این مثنوشته همون مثنوشته فکر میکنم منظورشون کویلونه اگه اشتباه نکنم که شما گفتید. بله کتام اسم در واقع قدیم این جایی که حالا اسم امروزش کتام هستش اسمش قویلون بوده. خب فقط یه نکته توی یه جایی هم هست اسمش تراوانکوره اگه اشتباه نکنم، اون جایی که امروزی بهش نامیده میشون. و مثلا آقای چرتی این مطالبی رو که من نوشتم یه بخشیش از مطالبی که آقای چرتی نوشته. آقای چرتی مقاله خیلی خوبی نوشتن در مورد این مثل نوشته قویلون یا همون کتام.
این هم باید در نظر گرفت، چون به هر حال اسم‌ها هی تغییر میکنن، مناطق جغرافیایی تغییر میکنن، اسم‌های متفاوتی روشون گذاشتن. خب حالا همونطوری که عرض کردم این رو در نظر داشتیم که این مناطقی که به هر حال این متن مصنوشته درش پیدا شده مناطقی است که قبلا دراویدی‌ها درش سکونت می‌کردن، ولی در مورد هند همونطوری که حالا توی جلسه قبلی هم عرض کردیم یه سری مهاجرت‌هایی صورت گرفته تو زمان‌های مختلف که حالا من می‌خوام نشون بدم اون روی نقشه اینها رو. نگاه کنید این قسمت، این مستطیل پایینی، این منطقه کتام یا همون کویلون هستش یا قویلون هستش. خب این بالا منطقه گوا هستش که همونطور که عرض کردم بعد از اینکه پرتغالی ها یه سری اینجا ساکن میشن و یه سری آزار و اذیت انجام میدن، یه سری از این گوا میان به این مناطق جنوبی ایران. خب و این بالام چیه؟ توی این مناطق، نزدیک این مناطق هم یه سری اسناد فارسی میانه پیدا شده، یعنی همون نزدیکای بالاتر از گوا. و توی این مناطق هم که عرض کردم که مسیحیت برده شده و اسنادی به فارسی میانه وجود داره، به اضافه این که این سند همین قویلون هم که پیدا شده، همین مصنوشته در واقع در این منطقه بوده. این منطقه کتام هستش. ولی و از اینجا حالا این خط زرد رو که من کشیدم در واقع تقریبا از اینجا به پایین منطقه‌ای هست که دراویدی‌ها درش ساکن بودن. خب از اینجا به بالا هندو آریایی ها ساکن شدن تقریبا، و این منطقه‌ای که این مربع یا مستطیل بزرگ هستش همون منطقه بزرگی هستش که توش گجرات و سورات و بمبئی و جاهایی که زرتشتیان بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردن به اونجا رفتن. این رو من به خاطر این آوردم اینجا که هم به خاطر گستره‌ای که فارسی میانه داشته این رو ببینیم، و هم از این جهت که این رو باید درک کنیم که اون کسانی که از ایران مهاجرت کردن از نظر جغرافیایی خب عمدتاً توی این مناطق غربی هند ساکن شدن. خب و حالا اون دسته‌های مختلفشون بعضیاشون به این مناطق جنوبی آمدن که محل زندگی دراویدیا بوده، یه سریاشون هم که توی این قسمت ساکن شدن که بیشترشون زرتشتی در واقع بودن توی این مناطق ساکن شدن. و ما در مورد داستان زرتشتی میدونیم که مثلا به یه سری شرط و شروط در اینجا ساکن شدن و به نظر من این موضوع از نظر اجتماعی خیلی مهمه. یعنی ما نقشه رو وقتی نگاه میکنیم باید یه سری موضوعات اجتماعی و همینطور جمعیتی رو هم در نظر بگیریم. اون یمن رو هم که عرض کردم اینجا هستش، حالا مثلا روی خط تقریبا من خیلی زیاد ولی تقریبا نزدیکه، و اینجا این نقطه رو که میبینید اینجا عدن هستش، همون جایی که عرض کردم توی جلسه قبلی که به احتمال خیلی زیاد یه سری از یهودیان ایرانی مهاجرت کردن و رفتن در اینجا ساکن شدن و اونجا شخصیت‌های خیلی مهمی بوده. خب متن بعدی که ببخشید قبل از اینکه بریم سراغ متن بعدی سوال پرسیدن که پس چرا شهادتنامه من نمیتونم درست بخونم سبره یا صبره یشوع در آن نیست یا همچین چیزی؟ صبر یشوع. خب اون مطمئنی که یهودی بوده؟ من نمیدونم، پرسیدن همون کسی که پرسیده. آره نه من اینو از این دوستمون دارم میپرسم، چون اصلا یشوع منظور مسیحه دیگه، یشوع منظور مسیحه دیگه. حالا باز اگر نکته‌ای بود بگید، من اگر بدونم حتما عرض خواهم کرد. ولی خب یادتون نره ما داریم در مورد یهودی‌ها صحبت می‌کنیم. من حالا اینا رو عرض کردم که میدونید من این مصنوشته‌های کتام رو به این جهت خیلی به نظر من مهم هستن که ما روی یک سند واحد خب اثری از چند دین میتونیم ببینیم و به نظر من این خیلی مهمه توی از نظر اجتماعی و از نظر دینی. میدونید چه عرض می‌کنم؟ مثلا شما هر جا رو که برید نگاه کنید این اسنادی رو که تا الان داریم و میشناسیم ببینید که مثلا ممکنه مال یهودیان باشه، نهایتش اینه که مثلا یهودی و مسلمان اونجا باشن. خب ولی روی این
مصنوشت‌های کتاب می‌بینیم که هم اثر زرتشتی، هم اسلامی، هم یهودیه و هم مسلمانه. این خیلی مهمه به نظر من. یعنی اگه به من بگن که گل سرسبد همین سند چیه، من میگم این. هرچند که از نظر زبانی شاید اونقدر رو، چون متن کاملا کلیشه‌ایه دیگه، خب، ولی از نظر اجتماعی به نظر من خیلی مهم هستش. حالا سند بعدی که داریم یک متنیه که آقای مکنزی، فکر میکنم یکی از کسانی که خیلی مشهوره که روش کار کرده، با عنوان مصالحه نامه اهواز. این سند در تاریخ داره. این سند در شباط سال 1332 سلوکی نوشته شده که تقریبا که نه، دقیقاً برابر 11 ژانویه 1021 میلادی و 28 دی سال 399 خورشیدی. منظور از مصالحه نامه چیه؟ منظور اینه که یک خانومی که اسمش حنا بنت اسرائیل بن یعقوب بوده، یعنی حنا دختر اسرائیل که پسر یعقوب بوده، یه دامادی داشته که اسمش دانیال بن روبن ازریا بوده. خب و اینا در هرمشیر زندگی میکردن. منظور از هرمشیر همون هرمز اردشیر یا اسم قدیم اهوازه، یا درست‌تر بگیم همون اسم قدیم هرمشیر دیگه، چون متن فارسیه. اینو داشته باشید، اسم هرمشیر رو داشته باشید. این متن به فارسی میانه است و توی این متن اشاره کرده که دامادش همین آقای دانیال، خانم حنا اشاره کرده که آقای دانیال که دامادش بوده اومده و یه سری از مروارید یا دری که اینا برادراش توی یک سره یا یه مثلا پارچه مثلا گذاشته بودن توی خونه، اینا رو برداشته و بدونه که اجازه بگیره رفته اینا رو فروخته. این از اون دامادای ناخلف بوده. اسم برادرانش هم آورده، گفته که سهل و یوسف و سعید که توی مصر هستن و اینا رو برده فروخته و خلاصه استفاده کرده. بعد یه سری از بزرگان یهود که اون موقع توی اهواز بودن اینو سرزنش میکنن، ولی حنا به این راضی نمیشه و میره دادگاه. حالا اینکه اون دادگاه چی بوده، باز این نکته جالبی داره. اون دادگاه به احتمال خیلی زیاد یه دادگاه یهودی بوده و با توجه به چیزایی که ما از قبل میدونستیم و اون موضوعی که من در مورد قاراییم عرض کردم، به احتمال خیلی زیاد این دادگاه قارایی بوده. یعنی توی متن نامه اشاره نکرده ولی داره از یه سری کلماتی استفاده میکنه، مثلا شریعت موسی و یه سری کلمات اینجوری استفاده میکنه که نشون میده که اون دادگاهی که توش این اتفاق افتاده و این دعوی حنا بهش رسیدگی شده یه دادگاه قارایی بوده و اینم به نظر من نکته جالبیه. یعنی رأی دادگاه قارایی اون زمان برای حالا دست کم مثلا یهودیانی که توی اون زمان زندگی میکردن توی اون منطقه اهمیت داشته و قدرت اجرایی داشته این رأی. و پایینش هم اسم 2 نفر رو نوشته که حالا یا اینا شاهدان هستن، چون قبلش نوشته که اینا چی کاره بودن، یا شاهدان بودن، یا کسانی که در واقع تنظیم کننده این مصالحه نامه، که اسم یکیشون ازریا بن ابراهام بن عماره و یکیشون هم سعدان بن دانیال بن سعدان. حالا حدس میزنم که شاید دوستان اینو ندیده باشن، من اینو میخوام بهتون نشون بدم، همین سند مصالحه نامه اهواز رو که اینم باز یکی از اولین اسناد فارسی یهودی. مثلا این شخص نیست، یکم دور جا یکم دورتر خوبه الان؟ بله آره خوبه؟ مرسی متشکرم. آره این سنده هستش که همونطوری که میبینید از اینجا شروع شده و این پایینم اسم اون 2 نفری رو که عرض کردم که حالا من میتونم اینجا بخونمش، ازریا بن ابراهام بن عمار و سعدان بن رئوبن بن دانیال بن سعدان. و حالا اگر یکم نزدیک کنم، مثلا اینجا اگر دقت کنید نوشته که ادوم بود اپیشی الاخر، که حالا اومده توضیح داده که آقا این داماد ناخلف برداشته و این اسناد رو اون مرواریدا رو برده فروخته. خب یه نکته مهمی که در مورد این سندی که الان نشون دادم هستش اینه که توی این سنده واژه‌های عربی بیشتری هست.
به نسبت اسناد دیگه فارسی یهودی که ما داریم. و اون نکته که توی جلسه قبلی عرض کردم، مثلا اون نامه‌ای که توی ختنه توش واژه‌های چینی می‌بینیم، واژه ختنی، بلخی و سغدی یا حالا همریشه هستن یا دخیلن. خب ولی واژه‌های چینی که به هر حال دخیل هستن. توی این سند هم ما می‌بینیم که واژه عربی توی متن به کار رفته. این باز نکته مهمیه و نشون دهنده این که جغرافیا با اون محتوای سند همخوانی داره. خب و یه چیزی هم که حالا قبلش عرض کردم که به احتمال خیلی زیاد این سنده توی دادگاهی که مربوط به قارائیان بوده تنظیم شده، اینو اضافه کنم که به اون دادگاهی که قارائیان داشتن اصطلاحاً بیتین قارائیان، اینو دقیقاً این کلمه رو به کار بردن، یا مجلس قارائیان گفته می شده. خب و اساس داوری که در دادگاه قارایی صورت می گرفته یک کتابی از بنیامین نهاوندیه که اسمش سفر دینیمه، یعنی کتاب داوری ها. بنیامین نهاوندی رو اون جلسه قبلی که در مورد قارایی صحبت می کردیم عرض کردم که دومین شخصیت مهم یا به حال یکی از مهمترین شخصیت های قارائیان هستش. حالا نکته خیلی جالبی که وجود داره و این رو هم کسانی که به هر حال روی اسناد فارسی یهودی دارن کار میکنن باید مد نظر قرار بدن، این هستش که حدود یک چند سال بعد از این نامه، حالا فکر کنم کمتر از 5 سال یا 6 سال باشه بعد از این نامه، یه نامه از اهواز به مصر نوشته شده. خب که این نامه عربی یهودیه. خب یه شخصی، 2 نفر نوشتن این نامه رو، یکی اسمش افرایم ابن سعید بوده و یکی هم صالح ابن افرایم. این 2 نفر توی اهواز بودن. خب یه نامه عربی یهودی میفرستن به سمت همون برادران همون حنا یا حنا. و خیلی جالبه این، یعنی اون کسانی که روی فارسی یهودی دارن کار میکنن این رو باید در نظر بگیرن که این ارتباط بین این نامه ها که زمان زیادی البته نیست کشف شده، این ارتباطی بین این نامه ها وجود داره. یعنی همون جایی که ما میان و نامه فارسی یهودی رو میبینیم توی اهواز، حدود مثلا 4 یا 5 سال بعدش یه نامه از طریق 2 تا از کسانی که به هر حال احتمالاً کارگزاران این برادران خواهر حنا بودن توی اهواز، میان یه نامه‌ای به عربی یهودی می‌نویسن و میفرستن به مصر. عربی یهودی یعنی چی؟ یعنی زبان متن عربیه، خب ولی به خط عبری نوشته شده. البته یه قسمتیش هم در واقع به خط عربی نوشته شده. حالا من میخوام اینم نشون بدم و یه چیز جالبی در موردش بگم. اینه مثلا شما نگاه کنید، این بالا به خط عربی نوشته شده. حالا یکم من جلو عقب کنم که دیده بشه. خب و این طرف میبینید که در واقع متن نامه هستش که به خط عبری نوشته شده ولی زبان عربی. نکته جالبی که این متن داره و شاید یکی از ویژگی‌های متن‌های عربی یهودیه که توسط ایرانیان نوشته شده، این هستش که توی این متن خطاهای دستوری، خب چون فارسی زبان بودن اون کسی که داشته اینو می‌نوشته دیگه، خطاهای دستوری و یه سری خطاهایی مثلا مثل رعایت نکردن مؤنث و مذکر هم توی اسم هم توی فعلایی که مرتبط با اون اسم میشن وجود داره. و این باز نکته جالبه، یعنی توی متنی که یک شخصی که ایرانی بوده یا یهودی بوده توی خوزستان و حدود 4-5 سال بعد از اون نامه حنا به برادرانش توی مصالحه نامه که حنا نوشته، کارگزاران همون حنا که می‌خواستن نامه بفرستن به همون برادران توی مصر اومده نوشته این خطاها درش دیده میشه. خب بعد یه نکته جالب دیگه هم که هستش اینه که توی اون متن مصالحه نامه اهواز که حنا نوشته و فارسی یهودی، اسم اون شهر یا اون قسمت خوزستان رو هرمشیر گفته. خب ولی توی این نامه که 4 سال یا 5 سال بعدش نوشته شده و عربی یهودیه، اسمش رو اهواز گفته. این هم باز یه چیز تطبیقی جالبیه که بین این دوتا میشه در نظر گرفت.
این نامه عربی یهودی در سال 404 خورشیدی نوشته شده. حالا اگر دقیقش رو بخوایم محاسبه کنیم، اون یکی تو 399 خورشیدی نوشته شده، این یکی تو 404 که در واقع تقریبا میشه 5 سال بعدش. و متن نامه هم چیه؟ متن نامه داره اشاره میکنه که یه سری کالاهایی که مبادله شده و از جمله ابریشم، این ابریشم خیلی مهمه و من میخوام یه نکته رو در موردش بگم، و به این کالاها از جمله ابریشم اشاره کرده که به مصر فرستادن همراه نامه، و یه سری نامه هم ظاهرا از مصر به ایران اومده که حالا ما ازشون البته خبر نداریم، شاید هم کارهای صورت گرفته ولی خب به این روشنی نیستن. نکته خیلی مهم در مورد ابریشم اینه که کار روی ابریشم یکی از تجارت‌های خیلی مهم یهودیان بوده. خب و شما توی نوشته‌هایی که سفرنامه نویسان، حتی مثلا یک کسی مثل ژان تاورنیه، خب در مورد یهودیان ایرانی نوشته، اونجا و خیلی البته از جهانگردانی اشاره میکنه که یهودیان تو کار ابریشم خیلی قوی بودن. خب حالا بجز بازرگانی، اون یکی از کارهایی که انجام میدادن کار روی ابریشم بود و این بازرگانی ابریشم رو انجام میدادن. تو همین نامه عربی یهودی هم در واقع به کار روی ابریشم اشاره کرد. و یه چیز دیگه هم که نمیدونم حالا اون جلسه قبلی گفتم یا نه، اینه که ابن خردادبه و ابن فقیه، بعد از اون ابن فقیه اشاره میکنن که یه گروهی از یهودیان بودن که اسمشون رو توی عربی گفته الرادانیه. الرادانیه رو اون کسانی که زبان شناس هستن گفتن که تبدیل شده واژه فارسی راهدانه. خب گفته که یه سری از یهودیانی که راهدانیه بودن یا راهدان بودن در اصطلاح، اینا کسانی بودن که کار تجارت انجام میدادن و یکی از چیزایی هم که به هر حال تجارت میکردن همین ابریشم. حالا این نوع نوشته ها نکته جالبتر اینه که تا همین قرن 20 ادامه داشته. البته من این ادعا رو ندارم که این سنتی که در قرن 20 در نوشتن نامه‌های تجاری یا نامه‌هایی که مربوط به تبادل کالا هستش یک سنتی است که از اون مثلا نامه برادران حنا تا قرن 20 باقی مونده، ولی خب برای شباهتایی بین اینا هستش. مثلا نگاه کنید این نامه رو نگاه کنید. این نامه تو قرن 20 نوشته شده. حالا من پایینش رو دقیقا نگاه کنم بهتون بگم. اینم کارت پستالشه. این نامه از اصفهان به تهرانه و تاریخش هم 9 شباط سال 5681 عبری که برابر 18 ژانویه 1921 میلادی یا 28 دی 1299 خورشیدی. خب توی این نامه هم داره در واقع در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد این صحبت میکنه که یه سری اجناسی رو از اصفهان به تهران دارن میفرستن. خب و این اجناس رو دیگه البته با پست میفرستن، یعنی با اومدن پست یه سری نامه که همین یکی از همین نامه، همین چیزی که الان داریم میبینیم، این نامه نوشته میشده و توی این نامه اشاره میشه که مثلا فرض کنید ابریشم یا پارچه یا هر چیزی که مربوط به تجارت اون اشخاص هستش که هر دو طرف هم یهودی بودن به اینا اشاره شده. این هم نکته خیلی جالبی از این جهت که ما میبینیم که سنت نوشتن به زبان فارسی با خط عبری که همون فارسی یهودی است که حالا اصطلاح ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، تا قرن 20 یکی از به هر حال نمودهاش نوشتن این نامه‌هایی است که به این صورت بین شهرهای مختلف ایران و حتی بعضی موقع یکم خارج‌تر از ایران هم نوشته می‌شد. خب این نامه‌ها خیلی به هر حال توجه کمی بهشون شده و این نامه‌ای که منظورم مربوط به قرن 20 و این نامه موضوع یک کار مشترک بنده و آقای حبیب برجیان هستش، آقای دکتر برجیان. یه نکته خیلی مهمتر دیگه اینه که این موضوع تجارت که توی نامه‌ها اشاره شده خب یه گستره خیلی عظیمی رو شامل می شده. یعنی همونطوری که ابن خردادبه در مورد این صحبت میکنه که یهودیان رادانیه
از چین به مصر میرفتن. خب من میخوام الان یه نامه رو به شما نشون بدم که یه نامه ترکیبیه، یعنی دو زبان است، هم توش عربی یهودی است هم توش فارسی یهودی. و این نامه به احتمال خیلی زیاد از مراکش یا اسپانیا، یعنی دقیقاً روی نقشه حالا بهتون نشون میدم که کجا هستش، حالا دوستانم میدونن دیگه ولی خب اون نقشه رو ببینیم باز جالب. یعنی دقیقاً غربی ترین نقطه شاخ آفریقا، خب که حالا یا مراکش هستش یا اسپانیا، چون محلش دقیقاً مشخص است. این آقای شاکت کار کرد. این نامه نوشته شده و یکی از نامه‌های خیلی جالبیه که نشون میده که اون یهودیانی که توی به حال فارسی از زبان فارسی استفاده می‌کردن تا نزدیک اسپانیا که یکی از به حال غربی ترین نقاط عالم هستش روی نقشه‌ای که حالا من نشون میدم، از فارسی یهودی استفاده می‌کردن. و نکته جالب‌ترش اینه که این نامه‌ای که نوشته شده نامه ترکیبیه و توی گنیزای مصر پیدا شده. حالا من نامه رو خدمتتون نشون میدم. این نامه هستش، دیده میشه؟ بله، فقط یه کمی دورتر، البته فکر می‌کنم خودش بزرگ باشه تصویر. آره ببینیم مثلا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته و یه سری چیزا رو به عربی نوشته. خب بعد یهویی اومده به خط عبری نوشته. خب و این چیزایی که به خط عبری نوشته از نظر زبانی فارسی هستن. مثلا نگاه کنید، حالا من یه جاییشو که یکم ساده تر هستش و میتونم ببینم البته چون یکم برام سخته توی این حالت خوندن. مثلا نگاه کنید نوشته که اینو نمیدونم چی نوشته. مثلا نوشته که نوشت هست نامی ایمان یا امانی همچین چیز. نگاه کنید مثلا اینجا کلمه هست رو هست نام رو قشنگ میشه دید، یا نوشت رو اینجا میشه نوشت هست هیست البته نوشته فلان. و این رو همونطوری که عرض کردم کجا پیدا شده؟ به احتمال خیلی زیاد این توی گنیزه الان قاهره هستش. خب ولی کجا نوشته شده؟ به احتمال خیلی زیاد توی مراکش، یعنی یکی از غربی ترین نقاطی که متن‌های اینچنینی به دست اومده. و از این شکل نامه‌هایی که توشون دو زبان هستن توی گنیزه مصر خیلی زیاده. یعنی ما کسانی که به هر حال روی این نامه‌ها دارن کار میکنن باید با این دو زبانگی چند زبانگی این نامه‌ها آشنا باشن. این هم یه گره اضافی بر اون گره های قبلی. یعنی اون کسی که روی این نامه‌ها کار میکنه علاوه بر این که باید با عربی و با عبری و آرامی آشنا باشه به جز فارسی، اینجا اضافه میشه که به هر حال ممکنه عبری و آرامی باید بلد باشه، عربی رو هم باید بلد باشه و به هر حال با زبان‌های دیگه‌ای که به هر حال توی این دامنه هستن با اونام باید آشنایی داشته باشه. خب من یه متن دیگه ای رو از فارسی یهودی متقدم معرفی میکنم و بعد میریم فارسی یهودی متأخر رو به صورت خیلی اجمالی در موردش صحبت میکنیم. یکی از متن‌هایی که توی همون گنیزه قاهره پیدا شده و آقای شاکر یک مقاله ای رو در موردش نوشته بود، یک متنیه که حالا من عکسش رو بهتون نشون بدم. این متن توش یه سری کلماتی داره، یه متن جادوییه، یعنی از این متنایی که آبراکادابرا و نمیدونم عجی مجیل و ترجمه مثلا این همچین حالتی داره. خب توی این متن کلماتی به کار برده شده که آقای شاکر اونها رو مقایسه کرده با مثلا زبان گیلکی یا با زبان مثلا گرگانی قدیم که آقای صادق کیا در موردش یک واژه‌نامه‌ای نوشته و یه سری مطالبی رو نوشته. خب و این متن رو که حالا دقیقاً هم البته مشخص نشده که اون زبانی که توی اینها به صورت یکی از گونه‌های زبان‌های ایرانیه نوشته شده چه زبانی هستش، ولی به صورت حالا علل حساب این رو جودو گرگانی یا یهودی گرگانی میشناسن. این هم بازی متن متفاوتی بود که فکر کردم حالا نشونش بدم بد نیست. خب اگر شما یه چیزی بفهمید من یه لیوان آبی بخورم بعد ادامه بدم. راحت باشید.
پرسیدن که چرا با هم ترکیب میکردن. آیا میتونست دلیلش این باشه که مثلا حالا زبان فارسی رو با خط عبری مینوشتن یا عربی رو با خط عبری مینوشتن؟ میتونه دلیلش این باشه که آیا تسلط کافی به عبری نداشتن که به عبری بنویسن؟ خب راستش رو بخوام من نظر خودم میگم، من نمیدونم دلیلش چیه که اینجوری هستش، ولی نوع اصلا نوشتن نامه ها خب توی گذشته یه چیزی شبیه نوشتن نسخه پزشکی پزشکان هستش. یعنی شما یه متن مثلا ادبی با یه متن ادبی روبرو نیستید که هم از نظر زبان و هم از نظر نوع نوشتار خیلی مثلا خوشنویسی شده باشه و خیلی مثلا ترتمیز باشه. متن‌ها رو می نوشتن فقط به این قصد که اون کسی که داره این متن رو میخونه به عنوان مثلا یه یادداشت. حالا از شانس ما اینا خیلی متن مهم میشدن، ولی شاید تو اون زمان اونقدرها مثلا این متنایی نبوده که ظواهر اونها یا حتی نوشتنشون خیلی مهم باشه. و اینم البته نکته مهمیه برای ما در مورد زبانشون. میدونی چرا؟ چون اگه اینا میخواستن از زبان ادبی استفاده کنن، الان ما خیلی از چیزایی که الان میدونیم رو نمیدونستیم. یعنی اصلا موضوع مهم توی نوشتار از یه طرف اینه که فارسی یهودی یک گونه استاندارد نداره شبیه خط خودمون، خط فارسی عربی که گونه استاندارد داره. و شما میبینی که مثلا حافظ که دیوانش رو داریم با نمیدونم مثلا فرض کنید شاعرای دیگه‌ای که توی جاهای دیگه ایران بودن، به واسطه این که یک استاندارد خطی وجود داشته تا حد خیلی زیادی. البته این رو عرض کنم که این استاندارد توی بعضی از نسخه هست که یه جور دیگه ای هست، اینا باید در نظر داشته باشه. ولی حالا اگر از من بپذیرید تا یه حد خیلی زیادی با یه استاندارد روبرو هستیم، به خصوص با توجه به اینکه عربی هم هست و اون کلمات عربی که توی فارسی به کار میرفته و توی اون خط نمود پیدا کرده، اون حالت استاندارده باز گسترش پیدا کرده. یعنی شما مثلا نمیبینید که یا خیلی کم میبینید که یه کلمه ای که مثلا توی عربی با صاد نوشته شده توی فارسی یا بیان مثلا با سین بنویسنش. خب ولی توی این متن ها میبینی که بعضی موقع مثلا چه، خب یا مثلا ژ یا همون مثلا سین یا چیزای اینجوری، اینا باعث شده که اینا رو اصلا با چیزای خیلی متفاوتی بنویسن، جوری که اگه کسی واقعا اونقدر آشنا نباشه با این نوع متن‌ها ممکن اصلا نتونه بخونه. مثلا چشمش رو، خب چشمش رو اومده با ش نوشته با شین، خب یا یه جایی با مثلا کاف نوشته، یا یه جایی مثلا با صدی نوشته، یا یه جایی با مثلا زین نوشته. میبینید چون استانداردی وجود نداره. حالا در مورد زبانم باز به نظر من این موضوع خیلی موضوع مهمیه، چون یک گونه استاندارد زبانی وجود نداشته. این شانس رو برای ما به وجود میاره که ما بتونیم دقیقاً نه مثلا تا حد خیلی زیادی به هر حال اون شکل گویشی یا شکل گفتاری اون زبان فارسی که تو اون زمان و اون مکان استفاده می شده رو بفهمیم. یعنی این اصلا از ویژگی های مهم فارسی یهودی. ولی خب میگم از نظر هنری شاید نامه ها اونقدر مثلا شکل هنری نداشته باشن، همینجوری خرچنگ قورباغه نوشتن. خب ولی شما مثلا اون متن مثال نامه رو که میبینیم که انگار یه حالت قوام پیدا کرده و یه حالت رسمی تری داره، قشنگ مثلا خطا رو رعایت کرده حالا تا اونجایی که میتونسته. و این تفاوت بین این زیبایی شناسی اینام هست. بعد حالا میخوام یه خیلی کوتاه گذری هم بزنیم به آثار فارسی یهودی متأخر. متن‌های فارسی یهودی متأخر خیلی گسترده هستن، خب که عرض کردم بیشترشون بعد از دوره ایلخانی توی ایران ظاهر شدن و خیلی ژانرهای مختلفی هم داشتن، از متون ادبی گرفته و متون تاریخی و هنری و خیلی چیزای دیگه، اشعاری که ترجمه شدن و نهضت ترجمه نه ببخشید کلمه ترجمه اشتباه کار بود، منظورم تبدیل کردن اشعار فارسی به خط عبری هستش. یعنی این علاقه یهودیان ایرانی به این اشعار
شاعران ایرانی رو میشه اینجا دیدش. و این رو هم عرض کنم که یک مطلبی رو تازگی‌ها استاد محترم آقای فرید نژاد نوشتن که حتی یه جورایی مثلا گرایش‌های عرفانی که تو بین شاعران ایرانی بوده رو اشاره میکنه که به حال نشون دهنده این گرایش‌ها بین یهودیان هم هسته و از اینجا به نظر من خیلی مهمه. یعنی فقط هم موضوع زبان نیست، حتی از نظر فرهنگی یا فکری هم به حال تاثیرگذار بوده. حالا توی این بین این متن‌ها من میخوام یکی دو تا متن رو معرفی کنم برنامه بر وقتی که داریم. خیلی هم کوتاه و سریع میخوام عرض کنم خدمتتون. یکی از متن‌هایی که به حال به نظر من خیلی متن مهمی هستش، یک متن شعریه به نام کتاب آنوسی یا انوسی که نوشته یک شخصی به نام بابای بن لطف و بعد از اون یک کتاب، این دو تا کتاب تاریخی هستن. یک کتاب دیگه هستش به عنوان اشعار سرگذشت کاشان در باب عبری و گوییمی ثانی که نوه بابای بن لطف به نام بابای بن فرهاد کاشانی نوشته و بعد از اون هم مطالبی که یکم شبیه به همین مطالب این دوتا کتاب هستش رو یه شخصی به نام ماشیه بن رفائیل که همه اینها تو دوره صفویه زندگی می‌کردن. داستان این کتابا چیه؟ داستان اون جلسه قبلی که از دوستان سوال کرده بود که آیا تو این کتاب تاریخی هم هست یا نه، مثلا 2 تا یا 3 تا از این کتابا این کتابایی هستن که عرض کردم. یک کتاب آنوسی بابای بن لطف، دوم کتاب اشعار سرگذشت کاشان در باب عبری و گوییمی ثانی نوشته بابای بن فرهاد کاشانی و همینطور کتاب ماشیه بن رفاعی. اینا به چی برمیگردن و چی رو توضیح میدن؟ در واقع نشون دهنده سرگذشت یهودیان به خصوص توی یک موضوع خاص، اون هم آزار دادن یهودیان برای تغییر دین تو دوره صفویه هست. خب یعنی موضوع این کتابا اینه. به صورت خاص یک بگم حالا که جریان چیه. یه شخصی توی دوره شاه عباس توی لار زندگی میکرده به نام ابوالحسن. البته اسم بعد از اینکه مسلمان میشه اسمش ابوالحسنه، قبلش اسمش مردخای بوده به احتمال خیلی زیاد. این میاد مسلمان میشه و به آزار و اذیت یهودیان توی همون شهر لار میپردازه. منظور از لار همون شهریه که توی جنوب استان فارس. بعدش مهاجرت میکنه میره به اصفهان و حال چون اصفهان اون زمان شهر خیلی مهمی بوده، اونجا برای یه سری فعالیتایی انجام میده. حتی به احتمال خیلی زیاد با علمای شیعه هم صحبت میکنه، به احتمال خیلی زیاد با علامه مجلسی و یه سری فتوا میگیره برای اینکه یهودیان رو یه جورایی محدود کنن و یه سری محدودیتایی براشون بذارن. این محدودیت‌ها مورد توافق شاه صفوی قرار میگیره و یه سری از یهودیان رو که توی جای مختلفی بودن اینها رو کوچ میده و میفرسته به فرآباد مازندران. اونجا ساکنشون میکنه و قرار بوده که یه بلایی سر اینا بیاره، ولی همزمان یه سری معجزاتی اتفاق میفته برای شاه که شبیهش رو تو داستان استر هم داریم. ما حالا تو اون جلسه قبلی در مورد استری صحبت شده بود، شبیهش رو تو داستان استر هم اینجوری داریم. یه سری معجزاتی اتفاق میفته که باعث میشه شاه از این کارش منصرف بشه و یهودیانی که حالا به زور مسلمان شده بودن، که حالا توی کتاب اولی که آنوسی هستش، آنوسی به معنی کسیه که دین خودش رو به صورت مخفی نگه می‌داره. یعنی یه سری از یهودیان مسلمان شده بودن، یه سری‌ها تظاهر به مسلمان شدن کرده بودن که حالا همین آنوسیا بودن و یه سری هم که حالا توی کتاب دومی که کتاب بابای بن فراده عنوانش چیه؟ سرگذشت کاشان در باب عبری، منظور از عبری یهودیه. خب و گوییمی ثانی هم منظور از گوییم مسلمان شدنه. حالا اصطلاح گوییمی اصطلاح عبریه که به غیر یهودیان گفته میشه. در واقع منظورش اینه که توی دوره صفویه یه زمانی اینها رو مجبور کردن که مسلمان بشن، یه سریا مسلمان شدن، یه سریا ظاهرا مسلمان شدن. بعد یه آزادی به خصوص فکر می‌کنم تو دوره شاه طهماسب به وجود میاد که اینا بازار برمیگردن به همون
آیین خودشون، آیین یهودیت، و سرگذشت اینا رو توی این کتابا به صورت شعر به فارسی، البته به خط عبری اومدن نوشتن و از این جهت این کتاب مهمی هستن از نظر تاریخی، ولی از نظر ادبی شاید اونقدر قوی نباشن. بعد نکته جالبتر اینه که این مطالبی که توی این دو سه تا کتابی که عرض کردم، به خصوص دو تا کتاب اولی مطرح شده، مورد تایید مثلا یه شخصی مثل آراکل تبریزی یا آراکل داوریژتسی که تاریخ نویس مشهور ایرانی هستش که اهل تبریز بوده، توی کتاب اونم به این موضوعاتی که مربوط به یهودیان هست و البته بقیه اقلیت‌های دینی اشاره کرده. اسم کتاب آراکل داوریژتسی گیرک باتموتیانسه، در واقع یعنی کتاب و تواریخ. کتابیه که توی زمان خودش اومده به زبان ارمنی نوشته و به وقایعی که دو دوره صفویه بوده میپردازه. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بخش دینی این ادبیات فارسی یهود بخش خیلی گسترده‌ای هستش، ولی به دلیل اینکه حالا خیلی گسترده هستش و شاید یکم از حوصله بحث خارج بشه، من زیاد به اون اشاره نکردم. ولی توی این بخش آثار فارسی یهودی متأخر من یه اشاره کوچیکی میخوام بکنم به یکی از بزرگترین شعرای فارسی یهودی که اسمش شاهین هست، شاهین شیرازی، و یکی از بیش از حدود فکر میکنم بیش از حدود 50 تا شاعر تا الان شناسایی شدن. یه مقاله آقای آمنانتسر داره در مورد شاعرای فارسی یهودی همین دوران پسامغولی یا فارسی یهودی متأخر که تعدادشون احتمال خیلی زیاد بیشتر، چون خیلی از این متن اصلا کار نشد. ولی این شعرا از شاعرای خیلی مشهور مثلا همین شاهین شیرازی یا عمرانی یا چند چهره دیگه هستن، تا مثلا شاعرانی که اونقدر معروف نیستن. مثلا توی شهری که خود من زندگی میکنم، شهر زرقان، یک شاعری بوده به نام یوسف بن سیمان زرقونی که اشعاری داشته و اینم جزء اون شاعرها هستش. ولی نکته جالبی که اون شبم عرض کردم اینه که این اشعاری که حتی این شاعر زرقانی نوشته شده، بعضی از نسخه‌های این اشعار چون هی کپی شده دیگه، رونویسی شده ازش، بعضی از نسخه‌های این اشعار حتی در مثلا بخارا هم پیدا شده و این نکته خیلی جالبیه. یعنی با وجودی که حالا به حال تبادل این کالاها توی اون زمان مثلا یکم سخت بوده، ولی شما می‌بینید که اشعار این شخصی که توی زرقان توی تقریبا وسط استان فارس بوده تا یه جایی مثل بخارا هم رفته. حالا یکی از این شاعرها کیه؟ مولانا شاهین شیرازیه که تو سال 1358 میلادی از دنیا رفته. یا یکی دیگه مثلا عمرانی هستش که توی سال 1536 میلادی به رحمت خود رفته. و این دوتا که به احتمال زیاد یا اصفهانی هستن یا شیرازی، یا یه پیوندی با اصفهان و شیراز دارن، از بقیه شعرا مشهورتر بودن و آثارشون خیلی بیشتر شناخته شده. من فقط شاهین رو عرض میکنم. از شاهین شیرازی 4 تا کتاب شعری باقی مونده که 2 تاش، یکیش برشیدنامه و موسانامه، ترجمه شعری 5 تا کتاب توراته. خب برشید منظور کتاب آفرینش هستش که با این عبارت شروع میشه: برشید بارا الهیم اتشام ایوه تارت. این کلمه اولش که برشید هستش رو اسم این ترجمه شعریش که از عبری در واقع به فارسی ترجمه کرده گذاشته. و موسی نام ترجمه بقیه کتاب هست، یعنی خروج لاویان و اعداد و تسنیم. به جز این 2 تا کتاب جالب هم داره که یکیشون اردشیرنامه و عزرانامه است. و توی این اردشیرنامه منظور از اردشیر خشایارشاست یا کلمه عبریش اخشوروش. و این کتاب داره در مورد کتاب استر صحبت میکنه، این شعری که شاهین شیرازی گفته. توی این داستان اردشیر یا همون خشایارشا که بعضی جام به اسم بهمن ازش یاد شده و یه سری شخصیت شاهنامه‌ای مثل لهراسپ و گشتاسپ و زال و رستم و میلاد هم ازشون نام برده شده و نشون دهنده تاثیر شاهنامه هم هست روی این اثر و البته بقیه آثاری که به هر حال دیده میشه از شاعران فارسی یهودی.
اومده در مورد این صحبت کرده و توی عزرانامه هم که به احتمال خیلی زیاد یه جورایی ادامه همون اردشیرنامه هستش، اومده در مورد کوروش صحبت کرده. خب کوروشی که توی فرهنگ یهودیان و به خصوص بین یهودیان ایرانی خیلی محترم شمرده میشه و به عنوان مشیح یا مسیحای خدا شناخته میشه. اما یه نکته خیلی جالبی وجود داره، من اصلا اینو که انتخاب کردم به خاطر این نکته جالب هستش. اون نکته اینه که توی این داستان عزرانامه و اردشیرنامه، به خصوص توی این دومی عزرانامه، کوروش فرزند اردشیر رو از که منظور خشایارشا، کوروش فرزند خشایارشا و استر. خب در صورتی که ما میدونیم از نظر تاریخی این غلطه دیگه، اینجوری نبوده داستان. بعد آقای آمنونتسر به عنوان یک کارشناسی که داستان رو میدونه یه نکته خیلی جالبی گفته که برای خود من خیلی جالبه این موضوع. اونم اینه که اینم از ویژگی‌های متن‌های فارسی یهودیه. یعنی حالا بعضی یه سری عبارتایی رو به کار میارن، من کاری به اون عبارت‌ها ندارم، باید دونست که چرا این به کار رفت، نه اینکه مثلا همینجوری گفت که خب این اشتباه از نظر تاریخی. آقای آمنونتسر به عنوان یک کارشناس اومده یه نکته خیلی جالبی رو گفته که از گذشته توی سنت ربانی یهودی همیشه این سوال مطرح بوده که چطوری یه کسی که یهودی نیست، منظور کوروشه، خب یه کسی که یهودی نیست میتونه ماشیح بشه و میتونه مسیحا بشه. خب و میگه که اتفاقی که افتاده اینه که شاهین شیرازی با انتخاب کردن این داستان و گفتن این داستان که به هر حال توی فرهنگ یهودیان ایران جایگاهی برای خودش پیدا کرده، به این نکته اشاره میکنه که کوروش فرزند خشایارشا و استر، چون استر یهودی بوده، در نتیجه این به چه معناست؟ این به این معنی که از طریق مادر یهودیت رو به ارث برده و ماشیح بودنش یا مسیحا بودنش اینجوری تایید میشه. این هم یه نکته خیلی به نظر من جالبی بود که خواستم عرض کنم و این رو آقای آمنونتسر اشاره کرده. یعنی این عدم تطابقی که توی این داستان هست، این هم نشون میده که این داستان فقط یه داستان تاریخی نیست، اینو باید در نظر گرفت. یه داستانیه که دین و تاریخ و اجتماع اینا رو همه رو باید با هم دیگه درش در نظر گرفت. و از این جهت به نظر من باز برگردیم به اون جلسه قبلی یه چیزی رو عرض کردم، اونم اینه که داستان استر رو که یک نمایشنامه تاریخی هستش باید با یه دید کاربردی هم بهش نگاه کرد. یعنی دید ما نباید دید لزوما تاریخی باشه، باید به اینم نگاه کرد که مثلا چرا یک داستانی مثل داستان استر توی ایران نوشته شده. به نظر من یکی از دلایلش اینه که از نظر حالا چجوری بگم، مثلا از نظر احساسی یا از نظر تعلق خاطر یهودیان به ایرانیان، خب این داستانه نوشته شده و نشون میده که آقا همونجوری که به هر حال ممکنه یه سری افرادی هم، داستان استر رو دارم عرض می‌کنم، همونطوری که ممکنه مثلا یه سری از افرادی که توی این سرزمین بودن دشمن بودن، ولی خب یه سری افرادی هم بودن که انسان‌های خوبی بودن با اینها همراهی کردن و یه جایی مثلا مثل این داستان شاهین شیرازی ادامه به نظر من اون سنت استر نویسی که در گذشته وجود داشته و خیلی به حال گسترش پیدا کرد. موضوع تقریبا رسیده به آخری که میخوام عرض کنم که خیلی سریع عرض میکنم، بحث گاه شماری توی متن فارسی یهودی که به نظر من خیلی موضوع قابل توجه و مهمیه و کسانی که باش سر کار دارن احتمالاً با این موضوع یکم به چالش بر بخورن، همونطوری که دانشمندان بزرگی مثلا مثل آقای هنینگ یا آقای راب که روی این متن کار کردن دچار این چالش ها شدن. اونم اینه که توی متن‌های فارسی یهودی که ما می‌بینیم دست کم 5 نوع تقویم به کار رفته. یا تقویم عبری هستش که ملاک شمارشش در واقع آفرینش عالمه که 5000 مثلا 700 خورده ای هستش الان. حالا باید دید البته توی متن‌ها چجوری.
یا اینکه خب این البته از دو تا بخش تشکیل میشه، هم بخش ماهاش هست هم بخش سالش. بعضی موقع مثلا ماها رو اومده عبری گفته خب، ولی سالش رو مثلا ممکنه سلوکی گفته باشه یا میلادی گفته باشه یا ممکنه شمسی گفته باشه خب، ولی ماهاش رو ماهای عبری گفته. از اون طرف یکی از تقویم‌های دیگه که به خصوص توی جنوب مثلا مثل لار یا مثل همون مصالحه نامه اهواز به کار رفته توشون، تقویم سلوکیه که یه چیز حدود 300 و اندی سال با با تقویم میلادی تفاوت داره. مثلا سال 1300 مثلا سال 1300 سلوکی تقریبا میشه سال تقریبا، الان یادم نیست که 300 رو فکر کنم 10-20 سال باشه، میشه تقریبا سال 1000 میلادی، یعنی 300 سال قبل‌تر میشه. و مبدأش به اسکندر برمیگرده این تقویم سلوکی. تقویم دیگه که استفاده شده تقویم عربیه، اینو به خصوص توی نامه‌هایی که یه جورایی با عربی یهودی سر و کار دارن، مثلا همون نامه‌هایی که توی گنیزه مصر میشه خیلی زیاد دیدش. تقویم میلادی توی متن‌هایی که خیلی متأخرتر هستن، یعنی توی فارسی یهودی متأخر خیلی زیاد دیده میشه. و همینطور تقویم فارسی، همین تقویم خودمون هم توی بعضی از متن‌ها دیده میشه و همونطوری که عرض کردم ممکنه بعضی موقع ترکیبی از این متن‌ها باشه. خب موادی که این آثار روشون نوشته شدم خیلی متنوع و این رو خدمت دوستان عرض کنم که شاید ما بیشتر روی نوشته‌هایی که خیلی مثلا دم دست بودن مثل پوست نوشته ها و کتاب ها و اینا تا الان تمرکز کردیم، ولی دامنه و گستره این متن به شدت زیاده، خیلی زیاده به نظرم. شما نگاه میکنید میبینید که گور نوشته، مثلا پوست نوشته، دیوار نوشته، فلز نوشته که حالا ترکیبات خیلی مختلفی دارن، مثلا مثل سندن، مثل کتابن، مثل قباله هستن و یک طیف خیلی گسترده ای رو تشکیل میدن. اینها اون موادی هستن که فارسی یهودی روشون نوشته شده، به اضافه البته حالا ممکنه نوشته‌های دیگری که امیدوارم که به حال با کار کردن بیشتر روی این متن‌ها شناسایی بشن و به دانش ما به فارسی بیافزاین. من فقط به عنوان یک نکته پایانی میخوام این نقشه جهان هم نشون بدم و یک توضیح بدم که این قسمت رو در نظر بگیرید که حالا چین هستش، از این نواحی که شرق چین میشه خب تا اینجا که حالا جنوب هند و غرب هند هستش، این قسمت پاکستان و افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ایران هم که میدونیم، اینجا مثلا گرجستان و اینجا مثلا کریمه هستش و اوکراین، این قسمت هم که ترکیه، اینجا فلسطین، مصر و اینجا هم که مراکش و اینجا هم که اسپانیا هستش این بالایی. توی این گستره بزرگ ببخشید یه جایی یادم رفت، اینجا هم که یمن هستش. خب توی این گستره بزرگ تا الان آثاری از یهودیان به زبان فارسی یافت شده. مرسی، متشکرم هستم. خواهش میکنم. دوستان چند تا سوال داشتن ازتون. خواهش میکنم، در خدمتتون. پرسیدن که آیا اطلاعی دارید که با مهاجرت یهودیان ایرانی آثاری مثل سنگ نوشته یا مجسمه یا موزاییک ازشون پیدا شده جای دیگه یا نه؟ اگر که اون جلسه قبلی رو توجه کرده باشید، مثلا یه سری از همین اسناد فارسی یهودی متقدمی که پیدا شده گورنوشته‌هایی هست که توی افغانستان پیدا شده. خب ولی تا جایی که من میدونم و اطلاع دارم، تعداد این نوشته‌هایی که روی غیر از چیزی مثلا پوست و کاغذ و کتاب و اینا نوشته شده خیلی زیاده. یعنی حالا میگم خیلی زیاد، منظورم به نسبت این
چیزی که ما توقع داریم. شما مثلا نگاه میکنید میبینید که توی کریمه که توی جنوب اوکراینه و الان به حال روسیه با یک حالتی داره بهش تجاوز میکنه به یه معنایی، توی اونجا مثلا آثاری به فارسی یهودی هستش روی سنگ ها، یا مثلا توی گرجستان یک سنگ نوشته آرامی عبری وجود داره. خب که همونطوری که اون جلسه قبلی عرض کردم، آرامی عبری بودن یکی از ویژگی های متنای فارسی یهودی که ما میشناسیم، یعنی خیلی این دوتا با هم دیگه ترکیب شدن. بعد مثلا توی اون نوشته درسته که آرامی عبریه، خب ولی اسم گرگ رو اشاره کرده، یعنی اون شخصی که در موردش این گور نوشته شده اسمش گرگ بوده و خیلی احتمال دارن که به احتمال خیلی زیاد اون کسی که این سنگ نوشته و گور نوشته در موردش نوشته شده یک ایرانی بوده که توی گرجستان بوده. همینطور خیلی جا فکر کنم مثلا توی مصر هم باز اسنادی هستن که بجز این چیزایی مثل کتاب و سند و اینا هستن و آره تعدادشون هم به نسبت قابل توجه و زیاده. البته نه فقط از یهودیان، از مسیحیان هم اینجوری هست، یعنی یه سری آثاری هست که آثار در واقع مثل همین نوشته‌ها یا چیزای اینجوریه که زمانهای خیلی زیادی باقی میمونن و به ما کمک کردن برای شناخت این متن‌ها. پرسیدن که متونی که حالا اشاره کردیم بهشون نشان دهنده گویش فارسی منطقه هستن یا گویش خاص یهودیان اون منطقه؟ خب اینم باز اون جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم. من عرض کردم که ما به صورت ضمنی توی ذهن خودمون داریم که این نوشته‌هایی که نوشته شدن خب به یک معنایی انعکاس دهنده گویش هستن. خب و ما که داریم روی اون متن کار میکنیم، درسته مثلا فرض کنید آثاری که نزدیک هستن به فارسی رو توی اون دوره های اولیه فارسی یهودی متقدم در نظر میگیریم، ولی توشون گویش هایی وجود داره. حالا یه نکته که هست اینه که این ایده وجود داره که فارسی یهودی متقدمی که مثلا توی خوتن پیدا شده نشون دهنده فارسی هم هست که به حال خود کسان ایرانیانی که توی خوتن زندگی میکردن به کار میبردن، یا اونی که توی اهوازه نشون دهنده تا یه حدی خیلی، چون خط اونقدر به ما امکان این که بررسی کنیم نمیده، نشون دهنده به حال یک نوع فارسی هم هست که توی مثلا اهواز استفاده میشده. ولی با توجه به این نکته که عرض کردم که فارسی یهودی جارگنه، یعنی توش کلمات خاص یهودیان به کار رفته و شما مثلا شاید خیلی کم بتونید یک متنی رو پیدا بکنید که متن تولیدی باشه. منظورم اون برگردان اشعار نیست، چون شعر رو همینجوری دارن برمیگردونن، اون مشکلی نداره، مثلا شعر حافظ رو. ولی اون متنایی که تولیدی هستن مثل مصالحه نامه، مثلا نامه ها و مسائل اینجوری، از یه طرف تا حد خیلی زیادی نشون دهنده گویشی است که توی اون منطقه به کار میرفته توسط همه افراد، ولی از یه طرف هم به حال چون یهودیان اینو نوشتن به عنوان کلمات یهودی هم توش خیلی زیاد دیده میشه. ازتون امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم به سوال. مرسی، متشکرم. در مورد تاریخچه یهودیان در زرقان از شما پرسیدن. خب من خیلی دوست دارم در مورد این ساعت‌ها صحبت کنم، ولی فکر کنم چون ربطی به موضوع امشبمون نداره ممکنه بهتر باشه در مورد سوالاتی که یکم بیشتر مربوط باشه صحبت کنیم. پرسیدن که به طور عمده چه کارهایی در مورد فارسی، حالا در زمینه فارسی یهودی باقی مونده که باید انجام بدیم، یعنی حالا پژوهش هایی که حالا میشه انجام داد رو در این زمینه پرسیدن. خب در مورد اسناد فارسی یهودی متقدم که عرض کردم که 2 گنیزه بزرگ، البته گنیزه های دیگه هم هستن، مثلا گنیزه کافا توی کریمه اوکراین هم که یک محل یهودی نشین به نام جفوت قلعه داشته، توی اونم مثلا یه سری چیزایی پیدا شده، ولی اون 2 گنیزه بزرگتر یعنی افغانستان و مصر و جاهایی که البته احتمالاً هنوز پیدا نشده مثلا همون ایران خودمون،
اینا خیلی از آثارشون اونقدر روشون کاری صورت نگرفته. بعضیاشون هم حتی عکساشون رو منتشر کردن، مثلا بعضیاش توی کتابخونه بادلیانه، بعضیاشون توی آکسفورد و کمبریج، توی این دوتا کتابخونه خیلی زیاد هستن و همینطور دانشگاه پرینستون هم یه سریاشون اومده به نمایش گذاشت. خیلی از اینا هنوز یا متنشون منتشر نشده یا اون کاری که روشون صورت گرفته اونقدر کار قوی نیست. در نتیجه این گنیزای قاهره و گنیزای افغانستان خیلی جای کار دارن. همینطور مقایسه اینها با اون متنای دیگه، مثلا همون عربی یهودی رو که عرض کردم، خب این مقایسه خیلی میتونه مفید و مثمر ثمر باشه. از اون طرف در مورد متنای فارسی یهودی متأخر که خیلی جای کار داره. یعنی شما نگاه کنید مثلا همین در مورد زرقان، من قبلا ندیدم که هیچ کسی به صورت خاص روی اون شاعر زرقانی کار کنه. همینطور تعداد خیلی حالا زیاد نیستن، حدود مثلا بیشتر از 50 نفرن، نمیدونم من مثلا چه عددی رو بگم، شاید مثلا 70 نفرم باشن، ولی از 50 بیشتر. این 50 تا شاعری که هستن واقعا شعرهاشون رو کسی اونقدر توجه نکرده. این اشعاری که دارن از چند جهت مهمه. مثلا از نظر اینکه به حال شما میبینید که شعرهای اون شاعر زرقانی تا بخارا هم رفته، شعراش از نظر ادبی اونقدر شاید اونقدر مهم نباشن، خب ولی توشون کلماتی به کار رفته از نظر گویشی ممکنه نشون دهنده گویش باشه. من خودم این مقاله نوشتم در مورد یکی از این متن‌ها که انعکاس دهنده گویش زرقانه، توی یه متنی که حدود تقریبا 300 صفحه است و این اومده این رو ترجمه کرده. علاوه بر ارزش ترجمه‌ای، نشون دهنده بخشایش خیلی کمش نشون دهنده گویش زرقان هم هست. و همینطور در مورد جاهای دیگه، مثلا کردستان، کرمانشاه، نمیدونم کاشان و خیلی از جاها رو که نگاه میکنیم دقیقا توی اونا میتونیم این ویژگی ها رو ببینیم و خیلی این به خصوص شعرا و نویسندگانی که توی دوره پسا مغولی بودن کم روشون کار شده به واسطه وسعتی که این متن‌ها دارن. درسته. پرسیدن که آیا متن‌های آلفانتین اگه اشتباه نکنم در مورد درگیری ایرانی ها و یهودی ها با مصریان، اون گزارش هایی که یهودی هستن، آیا اینا هم جز متون فارسی یهودی هن یا خیر؟ نه، اونا در واقع به زبان آرامی هستن. خب ولی یه نکته ای رو که حالا فکر کنم من اشاره نکردم توی اون جلسه قبلی و باید در نظر داشته باشیم، اونم موضوع ارتباط به یه معنای ناگسستنی و همیشگی یهودیان با ایرانیانه که یکی از اولین نمودهاش همون نامه هایی هست که به خصوص از یه شخصی به نام آرشامک که توی مصر بوده نوشته شده و اینا رو توی همون جزیره فیل یا الفانتین پیدا کردن. خب این نامه ها توشون کلمات فارسی خیلی زیاده و نشون میده که یهودیانی که توی اونجا به عنوان کارگزاران یا حالا سپاهیان ایرانی به یه معنا محسوب می‌شدن و اونجا اون کیان ایرانی رو حفظ کرده بودن، توی نوشته هاشون مثلا کلمات فارسی خیلی زیادی وجود داره و اینا رو آقای شاکر و کسانی مثل آقای بسلل پورتن و دیگران روی اینها کار کردن و از این جهت مهمن. توشون کلمات فارسی زیاده ولی زبانشون آرامیه. یکی دیگه آرامی هخامنشی. متشکرم. یکی از دوستان هم گفتن که طبق این حالا متن‌ها آیا فارسیشون یعنی با هم متفاوته؟ یعنی گفتن متن فارسی هایی با هم تفاوتی داره؟ خب نگاه کنید، اگر از دید یک متخصص بخواید نگاه کنید، آره مثلا اون نامه‌ای که توی خوتن نوشته شده با اون نامه‌ای که با مصالحه نامه اهواز از نظر زبانی با هم دیگه فرق دارن، از نظر املایی مثلا با هم دیگه فرق دارن. خب ولی اگه از دید غیر متخصص بخوایم نگاه کنیم، نه. مثلا شما نگاه کنید الان یه نفر این فارسی که من حالا یکم با یه مثلا تهمایه شیرازی دارم صحبت میکنم با فارسی که شما دارید صحبت میکنید توی تهران و هر دوتا رو یکی در نظر میگیره دیگه. خب ولی واقعیتش اینه که
خب خیلی عالی. یا اون کسی که توی کرمانشاه یا جای دیگه هست و مثلا اون قدر میگه خب همشون اینا فارسی ان دیگه، نهایتش اینه که اگر خیلی بخواد مطلب خشخاش بذاره حالا یه تفاوتایی هم احساس کنه. ولی خب به دید تخصصی آره، و برای ما همین موضوع مهمه دیگه، یعنی بین این که مثلا یه جایی هست رو هست بگه یا حس بگه یا چیزای شبیه به این بگه، خب این برای زبانشناسا مهم هست و نشون دهنده یک روند تحول یا تفاوت جغرافیا یا مسئله اینجوری هست. بله درسته. مرسی. فقط اینکه یکی دیگه از دوستان هم دوباره پرسیده بودن در مورد همون منابع تاریخی و کتاب‌های تاریخی فارسی یهودی که حالا اگه بشه دوباره یه اشاره کوتاهی بکنید. و خب میگم که مثلا شاید دو تا یا سه تا از مهمترین هاشون همین کتاب بابای بن لطف و بابای بن فرهاد هستش که به نظرم شاید مشهورترین هاشون باشن، ولی با این وجود نه فقط این متن، مثلا همون متنی هم که توی خوتن نوشته شده حاوی مضامین تاریخی هست. یعنی همون جلسه اولی عرض کردم مثلا در مورد شکست تبتی ها از اویغورها صحبت کرده. خب و از این جهت مهمه. یا اونی که توی اهوازه بالاخره جایگاه قاراییان رو نشون میده و به نظرم از نظر اون تحولات اجتماعی تاریخی میتونه مهم و قابل توجه باشه. ولی به صورت خاص که بگیم که به عنوان یک متن تاریخی، بیشتر چیزی که من دیدم این کتاب بابای بن لطف و بابای بن فرهاد رو به عنوان متنایی که از اساس تاریخی هستن معرفی کردم. ولی خب متنای دیگه‌ای هم احتمالاً هستش که حالا نیاز به پژوهش داره. مرسی، خیلی متشکرم. لذت بردیم، استفاده کردیم از صحبتاتون. خواهش میکنم. دیگه نکته چیزی اگر مونده در خدمتتون هستم. بله، من میخواستم فقط یه چیزی هم بگم که یکی از دوستان خیلی عزیز من جلسه قبلی یه سوالی رو از من پرسیده بود که من میخواستم بگم، اونم اینه که در مورد حضوارش پرسیده بودن و گفته بودن که آیا به نظر شما این نویسنده های حضوارش ها یهودی بودن یا نبودن. راستش رو بخواید خب ما نمیدونیم واقعا که آیا واقعا نویسندگان حضوارش ها یهودی بودن یا نبودن، ولی یک اشاره های ضمنی نسبت به این هست که اون کسانی که کاتب بودن و حالا حضوارش ها رو می‌نوشتن که بیشترشون هم از عراق امروزی منظوره، به مناطق حالا مرکزی تر ایران اومده بودن، به احتمال خیلی زیاد بعضی از اینها یهودی بودن. خب بعد این سوال رو که دوست من پرسید باعث شد که من به فکر این بیفتم که یه چیزی رو هم توی همین آخر صحبتمون بگم که شاید برای دوستان جالب باشه. اون هم یک گونه بیشتر البته گفتاری، یه گونه ببخشید فکر کنم یه لحظه قطع شد. نه صداتون هست. اون هم یه گونه بیشتر گفتاری هستش از بین کلمیان ایران که توی این گونه گفتاری که به عنوان یک زبان مخفی در نظر گرفته میشه، مثلا اون چیزی که با شاید آدما به عنوان زرگری بشناسنش، یه زبانیه که شما وقتی میخواید دیگران نفهمن که چی میگید خب از اون استفاده میکنه. یهودیان هم یک همچی چیزی داشتن که از نظر ساختار و نحو و اینا کاملا به احتمال خیلی زیاد و اون چیزی که دیده میشه فارسی هستش، خب ولی توش از کلمات عبری و آرامی استفاده میشه. آقای یارشاتر این زبان مخفی رو که اسلام بهش لوترایی یا کلمات شبیه به این گفته میشه، این رو یه جورایی مقایسه کرده با حضوارش. حالا اینکه این مقایسه ایشون چقدر مقایسه درستیه یا آیا محلی از اعراب داره یا نداره رو کاری نداریم، ولی من برای اینکه حالا یکم متعایبم بشه و به حال جالب باشه یه اشاره کوچولویی به یک متنی رو که از لوترایی گلپایگان هستش و آقای یارشاتر توی یکی از مقالاتش آورده من میکنم. مثلا نگاه کنید توی متنی که از گلپایگان هستش، البته من حالا درجه گلپایگانی اونقدر تلاش میکنم بخونم برات. میگه که انی
کما تا بنی چی و بچی ویام دنه انی بوگر می ازد خانود لیلا می از بیتا. خب یعنی چی؟ انی منظور همون شبیه عربی انا، انی منظور منه، کما منظور همون کم. من با عربی میگم که شاید برای دوستانی کم آشناتر باشه، وگرنه این کلمات عبری و آرامی هستن. کماتا چند تا، من چند تا، بنی چی، دیدید توی گویشایی که توی اسپانیایی چی و آخر کلمات زیاد استفاده میکنن، بنی منظور پسرانه، من چند تا پسر، و بتی چی دختر، من چند تا پسر و چند تا دختر، ویاما. اون واژه ویا از کلمه اینه که معنی داشتن. میگه که من چند تا دختر و چند تا پسر دارم. خب دنه انی به معنی شوهر من یا همسر من، بوگر کلمه عبری به معنی صبح، بکره توی عربی هست، می ازد می رود، از یک ریشه آرامی هستش، ازل هستش که اینجا توی در واقع یک ساختار کاملا فارسی شده ای ریشه فعل آرامیه ولی توی اون به کار رفت. می ازد خانوت یعنی مغازه. دنه انی بوگر می ازد خانوت یعنی شوهر من یا همسر من صبح میره مغازه. لیلا می ازه بیتا، لیلا همون لیل شب، می ازه میاد، بیتا خانه. این هم یک گونه ای از در واقع زبانهایی که بین یهودیان ایران وجود داشته و فکر کردم که حالا شاید جالب باشه برای دوستان که یک بخش خیلی کوچیکیشو بخونم. و این هم باز یکی از گونه هایی که کاربرد داشته و به نظر من خیلی جالب هستش، به عنوان زبان مخفی یا لوترایی کاربرد داشته بین یهودیان. خیلی ممنون، واقعا لذت بردیم، استفاده کردیم از صحبت. خواهش میکنم. متشکرم. دوستانم همه داخل کامنت دارن اظهار لطف میکنن، تشکر میکنن ازتون. ممنونم، لطف داری. فقط اینکه دوستان من لایو رو سیو میکنم، دوباره لایو در صفحه خواهد بود، میتونید استفاده بکنید بعداً هم دوباره. خسته نباشید. ممنونم، منم خیلی ممنونم از شما و دوستان گروه نیمروز و دوستانی که حوصله کردن و با ما همراه بودن، چه کسانی که الان این لایو رو میبینن و چه کسانی برنامه زنده رو میبینن و چه کسانی که بعدم میبینن. خیلی ارادتمندم و امیدوارم که همگی در صحت و سلامت باشید و باقی بمونید. متشکرم، همچنین شما. شب خوبی داشته باشید. ممنونم، خدا نگهدار.